روزگاری در امپراتوری ایران باستان پادشاهی بزرگ بر تخت نشسته بود. او سالها در میدانهای نبرد شمشیر زده بود، امپراتوری ها را فتح کرده و شهرها بنا نهاده بود. روزی وزیر جوانی با عجله وارد سالن کاخ شد و گفت: پادشاها، گزارش رسیده که در روستایی دور 2 کشاورز بر سر مرز زمینشان به نزاع افتادند. فرمان شما چیست؟ پادشاه با اخم نگاهش کرد و از جا برخاست. او که امپراتوری ها را اداره می کرد، حال باید درباره 2 وجب زمین کشاورزی تصمیم می گرفت. وزیر را به بالکن برد و به آسمان اشاره کرد. عقابی شاهی در حال پرواز بود. پادشاه گفت: آن عقاب را می بینی؟ او شکارچی کوه هاست. آهوان را از آسمان می بیند. حال اگر من به او بگویم برو و ملخهای باغچه را بگیر، چه اتفاقی می افتد؟ وزیر با تفکر پاسخ داد: او گرسنه می ماند و استعدادش هدر می رود. پادشاه گفت: دقیقاً، من امپراتوری ها را فتح کردم، قوانین را نوشتم، آیین‌ها را بنا نهادم. حال تو از من می‌خواهی درباره 2 وجب زمین کشاورزی تصمیم بگیرم؟ این کار قاضی محلی است، نه پادشاه. اگر عقاب‌ها را به شکار گنجشک بگماری، چه کسی شیران را شکار خواهد کرد؟ پادشاه با لحنی ملایم‌تر ادامه داد: هر کس جایگاهی دارد. قاضی برای دعواهای کوچک، وزیر برای اداره استانها و پادشاه برای حفظ امپراتوری. وقتی بزرگان را به کارهای خرد می‌گماری، هم آنها کوچک می‌شوند، هم کارهای بزرگ بی صاحب می‌مانند. در همان لحظه عقاب از آسمان شیرجه زد و آهویی را شکار کرد. پادشاه به افق سرزمینش نگاه کرد و گفت: عقاب‌ها برای آسمان آفریده شدند، نه برای قفس. انسان‌های بزرگ را در جایگاه بزرگ نگهدار تا عظمتشان به نفع همگان باشد.